بود لنین؟ لنین و کی بود؟ شعر نه داد ما خوندم وقت جنگ ای کلانتراتون لنین نشنویده؟ چی میگن درباره لنین؟ کی بود میگن؟ نه میخوام مقطع نمیدونم فقط تلفنم میدونم چه تمام لنین در دوره SSR را حکمرانی میکرد وی بر ضد هیتلر جنگ کرده است و 15 دولت را حکمرانی میکرد. لنین میگم شما کی را میشناسید؟ اون من لنین کی هست؟ او دانه که ما جنگ چه بگه جنگ واس کنه شما در تاریخ لنین نمیخونید؟ خوندم زاشتم پول نشد تا خونده شد تمام پدر و مادرتون کلانترانتون درباره لنین یگان بار گفتند که کی بود؟ چی میگفتند؟ درباره‌اش چی نقل میکردند؟ آدم چی باخت به خود رنگ اون بهش میگن تمام کارش. مرحمت لنین کی بود؟ لنین آدمی با علم، با فرهنگ، با مدنیت بود. او اجازه‌کار هست. من درباره لنین هیچ ندونم. برای که من با سیاست اومدم. از کجا اومدی؟ من پیش در دبی و افغانستان زندگی میکردم. لنین کی بود؟ لنین یا آدم بود که خیلی آدم بزرگ بوده. همین دائما در وقت‌های سوئیت سیوس آدمای کم بغل بویا همش یک کده بود. نمی‌خواد یک کده بود. آدم خیلی بزرگ سوئیت سازه هوا کده بود. درباره لنین چی میدونید؟ لنین اگر ما لنین را یک دانشمند بزرگ بگوییم خطا نمی‌کنیم چون که در وقت‌هایی که او بود خیلی مهنت‌های زیاد کرده است به مردم و آن خیلی مهنت زیاد کرده است به مردم. لنین مرد دانشمند است.